Салом. Мавзӯи имрӯзаи дарсӣ мо симметакяго ва ҳаракат. Ба симметакяго ва ҳаракат дохил мешавад скелет ва мушакҳои бо скелет пайваст шуда. Вақте савол шуд ки ба симметакяго ва ҳаракат чӣ дохил мешавад? Ба симметакяго ва ҳаракат бори дигар мегӯем скелет ва мушакҳои бо скелет пайваст шуда. Ва бинед ки скелет чист? Скелет аслан аз калимаи мисли скелетон маънояш чӣ мебошад? Хушк мебошад. Маънои скелетон чиро мефаҳмонад? Хушк. Яъне чизи хушкро мефаҳмонад. و سکلت از کدام بافته ترکیب یافته است؟ سکلت از بافته پیوست کننده. بافته پیوست کننده. وقتی سوال شود که سیم تکیه‌گاه و حرکت از کدام بافته ترکیب یافته است؟ ما میگیم سیم تکیه‌گاه و حرکت سکلت از بافته پیوست کننده موشک باشد از بافته موشکی ترکیب یافتند. و این چنین با سوال میشد که قسمتی فعال و قسمت نافعال. با قسمتی فعالی سیستم تکیه‌گاه و حرکت چی داخل میشه؟ با قسمت فعال این موشک ها. با قسمت نافعال باشد این چی؟ سکلت. قسمت چی است؟ نافعال. قسمتی نافعال. یعنی با جز سکلت بافته پیوست کننده که ما میگیم در سیستم تکیه‌گاه و حرکت این چنین سکلت تقویک، پیوندک، بوغم ها همه آنها یعنی ترکیبات سیستم تکیه‌گاه و حرکت میباشند. این چنین بافته چی میباشند؟ بافته پیوست کننده. سوال میشود سکلت چیست؟ سکلت این ببینید مجموعه استخوان‌های بدن، مجموعه استخوان‌های بدن اینه. استخوان‌های بدن، مجموعه استخوان‌های بدن که بین هم دیگر توسط تقویک و پیوندک پیوست شدند. در کجا توسط تقویک؟ توسط تقویک مهره‌های ستون مهره، مهره‌های ستون مهره، مهره‌های ستون قسمت گردن، قسمت سینه، قسمت میان در بین مهره‌ها دیسک‌های بین مهره‌های قرار دارد. دیسک‌ها که این از تقویک ترکیب یافته است. یعنی توسط تقویک پیوست شدند. این چنین استخوان توش و قبورها توسط تقویک‌ها پیوست شدند. و در اینجا ما گفتیم چی؟ تقویک. و توسط پیوندک باشد. توسط پیوندک اصلا بوغم‌هایی که ما می‌بینیم بوغم زانو و بوغم اورنج این بوغم‌ها توسط چی؟ توسط پیوندک‌ها پیوست شدند. استخوان این عضو است که از لوحچه‌های استخوانی ترکیب یافته است. الان چیزایی که ما می‌بینیم چی میشه؟ لوحچه. از لوحچه‌های استخوانی ترکیب یافتند. سطح بالای آنها با استخوان پرده پوشیده شده است. سطح بالای آنها با چی؟ با استخوان پرده. سطح بالای آن با استخوان پرده پوشیده شده است. و در خولگی سرک‌های آن جایگیر شده است مغز سرخی استخوان. مغز سرخ. و در کانال استخوان ها باشد. در خولگی یعنی کانال استخوان ها مغز زرد جایگیر شده است. مغز زرد. یعنی استخوان عضوی است که از لوحچه بافته استخوانی ترکیب یافته با استخوان پرده پوشیده شده است و در خولگی آن مغز سرخ استخوان موجود است. یعنی جایگیر شده است. وظیفه‌های سیستم تکیه‌گاه و حرکت. سیستم تکیه‌گاه و حرکت کدام وظیفه را اجرا می‌کنه؟ یکم معاین کردن شکل بدن. خیلی که به ما معلوم است یعنی شکل عضو بافته قسمت زیادی آن از چی؟ از سکلت وابسته می‌باشد. مثلا قفس سینه، مثال قفس سینه یعنی شکل قفس سینه ما اصلا وابستگی دارد از چی؟ از استخوان‌هایی که در آنجا جایگیر شده و آنها با یک طرز معین پیوست شدند. این وظیفه معین کردن شکل بدن یعنی قامتی راست هر یک شکلی که ما در عمل می‌بینیم در ظاهر این همه از چی وابستگی دارد؟ از سیستم تکیه‌گاه و حرکت وابستگی کلان دارد. دیگر وظیفه محافظتی. ببینید که استخوان‌ها با هم دیگر طوری پیوست شدند که در آنجا خولگی‌ها حاصل می‌کنند و در این خولگی‌ها یک قدر عضو بافته‌ها چی می‌کنند؟ محافظت می‌یابد. مثلا در خولگی کاسه‌خانه سر، خولگی کاسه‌خانه سر. در خولگی کاسه‌خانه سر اصلا محافظت می‌یابد چی؟ مغز سر. در خولگی قفس سینه. در خولگی قفس نه یعنی حفظ کرده میشه دل، شوش و عضو در آنجا قرار داشتن. دل، شوش و غیره. در خولگی کاس عضوهای جنسی یعنی همچون وظیفه محافظتی رو اجرا میکنن.
تامین حرکت وظیفه حرکت رو یعنی سیستم تکیه‌گاه و حرکت در اینجا اسکلت با موشک‌ها در یک جایی این وظیفه رو اجرا کرده میتونه. یعنی تامین حرکت هم از موشک و هم از چی اسکلت میباشه. یعنی اسکلت در یک جایی با موشک‌ها اصلا وظیفه یکمین درجه رو در اینجا کی اجرا میکنه؟ وظیفه حرکت رو موشک‌ها، چون قسمت فعال میباشن، اما برای اون که از یک جا به جای دیگر حرکت عملی گردد در این مورد چی با موشک‌ها یاری میرسوند؟ اسکلت یاری میرسوند. و مبادله نمک‌های مینرالی، تنظیم نمک‌های مینرالی، در تنظیم نمک‌های مینرالی کدام نمک‌ها؟ اصلا نمک‌های کلسیدور، کلسیوس کلسی 4 دو مرتبه، فسفات کلسی، کربنات کلسی، اصلا نمک‌های کلسیدور. خلاصه استخوان همچون ذخیره‌گاهی نمک‌های کلسیدور می‌باشد. یعنی کلسی اصلا بیشتر در استخوان ذخیره می‌شود. بسیار از سوال می‌شود که ذخیره‌گاهی در کدام عضو اصلا یا اینکه بیشتر کلسی ذخیره می‌شود؟ کلسی بیشتر ذخیره می‌شود در چی؟ در استخوان‌ها. در سرک استخوان‌ها ماده اسفنجی قرار دارد. در ماده اسفنجی خلیگی‌ها وجود دارند و در این خلیگی‌ها با مغز سرخ استخوان پر شدند و مغز سرخ استخوان وظیفه چی رو؟ خون حاصل کردن حجره‌های خون رو به عهده دارد. یعنی مغز سرخ استخوان که در آنجا چی حاصل میشه؟ حجره‌های خون. ترکیب شیمیایی استخوان. وقتی که ما می‌بریم ترکیب شیمیایی استخوان رو از دو ماده عبارت میشه، ماده غیر ارگانیکی و ماده ارگانیکی. اصلا ماده غیر ارگانیکی زیادتر میباشد 72%، ماده ارگانیکی باشد 28%. و ماده غیر ارگانیکی آب و نمک‌های مینرالی، یعنی آب 50% رو چی تشکیل میکند؟ آب تشکیل میکند. نمک‌های مینرالی باشد 21.8%. و نمک‌های مینرالی اصلا در جای اول فسفات کلسی و کربنات کلسی میستند. بعد ماده ارگانیکی سفیده‌ها، چرب و کربوهیدرات‌ها داخل میشن. اصلا سفیده که ما گفتیم در اینجا آورده سفیده اوسین و اوسیوموکوئید. اوسین اصلا از سفیده کلاژن ترکیب یافته است. اوسین این چی؟ نخود کلاژن. نخود کلاژن این سفیده است، یعنی از سفیده کلاژن. کلاژن هم چیه؟ سفیده. اوسین میگن مجموع کلاژن ها رو همچون اوسین. اوسیوموکوئید باشد. ببینید اوسیوموکوئید اصلا از دو قسمت ترکیب یافته است، از چرب و پروتئوگلیکان. پروتئوگلیکان از دو ماده ترکیب یافته است. پروتئو این سفیده، گلیکان باشد کربوهیدرات. ببینید در ترکیب اوسیوموکوئید هم چرب، هم کربوهیدرات و هم سفیده رو ما دیده میتوانیم. سفیده 12.5%، چرب و کربوهیدرات باشد 15.7%. این فایزی که در ترکیب استخوان دیده میشه و میتواند مقدار اینها چی بود؟ تغییر بود وابسته به سن و سال. در جوانان اصلا جوانان و کودکان بیشتر ماده ارگانیکی زیاد میباشد. در پیرانسالان باشد ماده غیر ارگانیکی زیاد میباشد. وظیفه ماده غیر ارگانیکی اصلا وظیفهش این سختی میباشد. وظیفه چی رو اجرا میکند؟ وظیفه سختی رو اجرا میکند. و ماده ارگانیکی باشد وظیفه چندیری رو اجرا میکند. وظیفه چندیری و سختی و چندیری در یک جایگی، یعنی خاصیت سختی، خاصیت چندیری در یک جایگی مستحکمی، یعنی استواری استخوان رو تامین میکنه. مستحکمی یعنی استواری استخوان یا اسکلت رو چی میکنن؟ تامین میکنن. کمی پیش ما گفتیم در ترکیب استخوان جوانان و خردسالان ماده ارگانیکی زیاد است و با بسته به سن سال وقتی رفتن گرفت در ترکیب استخوان بیشتر ماده در پیرانسالان
بیشتر ماده غیر ارگانیکی جمع شود و در نتیجه وقتی قابلیت سختیش زیاد شدن میگیرد اما قابلیت چندیریش طرف پس شدن میگیرد. وقتی که قابلیت سختی طرف اگر زیاد شد چندیری اگر سست‌تر شد مستحکمی استخوان خللدار میشه. ببینید سختی زیاد شد و چندیری کم، یعنی ماده غیر ارگانیکی زیاد شد و ماده ارگانیکی کم، این هنگام مستحکمی استخوان از دست رفته در اینجا استخوان زود شکن میشه. استخوان زود شکن میشه. اگر مبادا که ماده ارگانیکی ماده غیر ارگانیکی کم شود ماده ارگانیکی زیاد ماده غیر ارگانیک کم، این هنگام میتواند استخوان قطع شود به مانند رزین که پرژینه. و ببینید در اینجا یک مثال میارم. در یک ظرف ما چی کسلات خلورید و کسلات سولفات 10% کسلات سولفات رو وارد آن میکنیم و در این ظرف چی رو وارد میکنیم؟ همین استخوان رو میگذاریم و در نتیجه در مدت معینی وقت نمک‌های کلسی و فسفری که در ترکیب استخوان وجود داشتند حل میشوند و کسلات ریاکسیا کرده حل میشوند و در اینجا در ترکیب استخوان تنها ماده چی میموند؟ ماده ارگانیکی که در این مورد میتوانیم استخوان رو چیکار کنیم؟ گره بندیم. در مرکز ملی تست یک سوال اومده که برای چه استخوان رو در ترکیب کسلات سولفات 10% وارد کنیم آن رو گره بستن ممکن؟ سببش در اون است که چی حل می شود؟ نمک‌های فسفات کلسی و کربنات کلسی چی می شود؟ حل می شود. قسمت دیگر موضوع ما ترکیب حجروی استخوان. اگر ترکیب حجروی استخوان رو ما نظر کنیم از سه گروه حجره استخوان ترکیب یافته است. این حجره‌ای که در مد اول می‌بینید حجره اوستیوبلاست میباشند، اوستیوبلاست و حجره دوم باشد این اوستیوست، حجره اساسی اوستیوست و حجره سوم باشد این چی؟ این اوستیوکلاست میباشند. اوستیوبلاست این حجره جوانی نه تفریقه، حجره جوان نه تفریقه و بعد از تفریقه شده بعد از تشکل یابی تبدیل می‌شوند به اوستیوسیتو. اوستیوسیت این حجره اساسی میباشند که وظیفه اساسی بافته استخوانی رو محض همینها اجرا میکنن، یعنی تنظیم مبادله مادر در بافته استخوانی محض وظیفه اوستیوسیت میباشند. خلاصه وظیفه اساسی بافته استخوانی رو محض اوستیوسیت اجرا میکنن. اوستیوکلاست این حجره های میباشند که اصلا برای نابود کردن قسم اوسیدیده استخوان و این چنین حجره های پیرشده رو چی میکنن؟ نابود میکنن. اوستیوبلاست و اوستیوسیت در یک جایگی در حاصل کردن ماده بین حجره استخوان اشتراک میکنند. اوستیوکلاست باشند برای ویران کردن ماده بین حجره استخوان اشتراک میکنند. یعنی ماده بین حجره که در استخوان وجود دارد آنها وسیله خود را اجرا کردن نادر کردن ماست آنها توسط اوستیوکلاست نابود کرده میشد، یعنی در برقرار کردن ساختار داخل استخوان چی میکنن؟ اشتراک میکنن. قسمت دیگر موضوع ما این چی میشد؟ اسکلت میباشد که اسکلت بدن آدم رو به سه قسمت جدا میکنن، یعنی اسکلت بدن آدم از سه قسمت عبارت میباشد. اسکلت کاسه‌خانه سر، ببینید اسکلت کاسه‌خانه سر در اینجا اشاره کردیم. اسکلت کاسه‌خانه سر دوم قسمت این قسمت چی میباشد؟ قسمتی تن میباشد. سوم قسمت باشد چی؟ اندام ها، اندام بالا و اندام پایین و هر یک قسمت آن رو حالا ما در علیحدگی دیده میبریم. قسمت دیگر موضوع ما اسکلت کاسه‌خانه سر. اسکلت کاسه‌خانه سر چه خیلی که ما میبینیم در رسم از دو قسمت عبارت میباشد، قسمتی روی و قسمتی کاسه‌خانه سری. در عموم در سر، یعنی در سر تخمینا 23 استخوان، یعنی کاسه‌خانه سر از 23 استخوان ترکیب یافته است. قسمتی کاسه‌خانه سر، در قسمت کاسه‌خانه سر، یعنی در قسمت کاسه‌خانه سر دو گروه استخوان ها رو از هم دیگر فرق میکنن، استخوان های تاق و استخوان های جفت. و استخوان های جفت داخل می شود یکم استخوان فرق سر. استخوان فرق سر این استخوان چی می باشد؟ استخوان جفت می باشد. فرق سر استخوان طرف راست و طرف چپ از دو تا و استخوان چکه راست و چکه چپ. استخوان پیشانی استخوان تاق می باشد، استخوان پیشانی و استخوان پشت سر. استخوان پشت سر نیست، استخوان چی می باشد؟ استخوان تاق، استخوان پیشانی، استخوان پشت سر و پنجم استخوان فونا شکل که از سمت داخل قرار دارد، یک شاخه آن نمایان است، استخوان فونا شکل و این چنین در داخل یک تا استخوان دیگر استخوان چی؟ استخوان تور شکل دیده می شود. ببینیم استخوان های تا استخوان پیشانی، استخوان پشتی سر، استخوان فونا شکل و استخوان چی؟ تور شکل و استخوان های جفت استخوان چکه و استخوان فرق سر. در عموم ببینید در عموم چند تا شد؟ در عموم 4 یعنی 8 تا استخوان، 8
8 استخوان. قسمت کاسه‌خانه سری از 8 استخوان عبارت است و قسمت ابروی. قسمت ابروی چه که ما می‌دونیم از 15 استخوان عبارت است. چند تا تخمینا 15 استخوان. 15 استخوان و ببینید استخوان‌های جفت دارد و استخوان‌های تاق دارد. و استخوان‌های جفت یکم این استخوان چی؟ استخوان رخساره، استخوان رخساره چند بود؟ 5 ششم استخوان ما گفتیم ششم استخوان فانشک بود که برای ما نمایان نبود و هفتم باشد اشاره کردیم چرا استخوان رخساره کجا شد استخوان رخساره همین استخوان چی میشد استخوان رخساره و دیگر استخوان اشک استخوان اشک در این منطقه جایگیر شده است. هشتم استخوان چی استخوان اشک استخوان اشک و نهم باشد استخوان چی استخوان بینی. این استخوان ها اصلا استخوان های جفت بودن رخساره این استخوان اشک و استخوان بینی استخوان سفره پایانی بینی که در اینجا نمایان است. این چنین ما داریم استخوان چی استخوان سفره پایانی بینی 9 اشاره کنیم استخوان سفره پایانی بینی. همچنین استخوان جاغ بالا استخوان جاغ بالا دهم استخوان جاغ بالا هم جاغ بالا این جفت است طرف راست و طرف چپ دارد از دو استخوان عبارت است استخوان جاغ بالا و همچنین استخوان کامی سخت یعنی در کام نیز استخوان در ازگر از سمت داخل اشاره کنیم 11 اینجا 11 این استخوان چی می باشد استخوان کام می باشد استخوان کام یعنی استخوان های جفتی قسمت ابروی رخساره اشک بینی سفره پایانی بینی جاغ بالا و کامی سخت یعنی 6 جفت. استخوان های تاق باشد استخوان های تاق ما داریم جاغ پایان 12 همین کلانی که ما می‌بینیم جاغ پایان بعد استخوان زیری زبان و استخوان پازه استخوان زیری زبان و استخوان پازه که برای ما در این رسم ما پورا دیدن نمیتوانیم این را و نگفتن هماند که این استخوان‌های کاسه‌خانه سر همه استخوان‌های کاسه‌خانه سر قریب که به حرکت میباشند یگانه استخوان حرکتناک در کاسه‌خانه سر این چی میباشد جاغ پایان میشد این جاغ پایان یگانه استخوان حرکتناکی قسمتی کاسه‌خانه سر میباشد. قسمت دیگر موضوع ما این اسکلت تنه اصلا از 3 قسمت عبارت میباشد ستون مهره بعد قبرغه ها و استخوان توش. ببینید ستون مهره قبرغه ها و استخوان توش. حالا در اصل وقتی که ما میبینیم این قفس سینه میباشد قفس سینه اصلا ترکیب یافته است از قبرغه ها استخوان توش و این چنین مهره های قفس سینه قبرغه ها به 3 گروه جمع میشن یکم دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم 7 جفت قبرغه‌ای که ما میبینیم حالا قبرغه حقیقی میباشن زیرا که از قفا رفته به ستون مهره پیوست شدن و از پیش باشد به استخوان توش پیوست شدن این قبرغه حقیقی میباشن. قبرغه ایلاوگی باشند همه قبرغه از قفا با ستون مهره با مهره ها پیوست شدن اما از پیش قبرغه حقیقی با استخوان توش پیوست شدن. قبرغه های ایلاوگی باشند آنها ببینید 3 تا بین همدیگر یعنی 8 9 10 یعنی 8 9 10 آنها بین همدیگر پیوست شدن توسط تقویت و 8 باشد پیوست شده است با قبرغه 7 توسط تقویت. این قبرغه را میگن قبرغه های ایلاوگی و قبرغه های آزاد باشد. قبرغه های آزاد این جفتی 11 و جفتی 11 و جفتی 12 می باشند. آنها از قفا با ستون مهره پیوست شدند از پیش باشد آنها آزاد. و ببینید که قبرغه از 2 قسمت عبارت میشن قسمت تقویتی و قسمتی استخوانی. الان قسمتی که ما با رنگ سبز اشاره کردیم این قسمتی تقویتی اش می باشد و قسمت قفایش می باشد قسمتی استخوانی و قبرغه ها با استخوان توش ماست توسط این تقویتی چی پیوست شدن یعنی به طور نیم حرکت پیوست شدن و این چونین این بود دویر با قبرغه ها و ما داریم چی استخوان توش از 3 قسمت عبارت میباشد. قسمت یکمش این قسمتی که ما میبینیم این قسمت نام دارد چی دستک. قسمت دومش نام دارد تنه. قسمت سومش میدچه‌ای که ما میبینیم این چی است شاخچه شمشیرشک. این بود دویر با قبرغه و توش.
این چونین اصلا قسمت مهم ما این چی میباشد؟ ستون مهره. ستون مهره اصلا ترکیب افتاد از چی؟ از مهره ها، یعنی ستونه که ترکیب افتاد از چی؟ از مهره ها. مهره ها از کدام قسمت ها عبارت میباشن؟ الان قسمتی که ما میبینیم این قسمت چی است؟ تنه مهره. این چی است؟ تنه. تنه یا این که چی میگن؟ پیکر. تنه مهره. و انا این قسمتی که ما میبینیم این قسمتی که ما میبینیم نام دارد کمان مهره. کمان مهره. این چونین در آن دیده میشه شاخچه ها. این چی است؟ شاخچه ها. این شاخچه ها میباشن. شاخچه ها. و ببینید تنه، کمان، شاخچه ها. بین تنه و کمان در این منطقه بین تنه و کمان، تنه با کمان پیوست شده است و خولگی رو حاصل میکنند که این خولگی رو میگویم خولگی مهروی. کانالی یعنی که خولگی مهره. همین مهره بالای هم خوابیده در نتیجه این کانال ها با هم دیگر پای یکدیگر ایستاده چی را حاصل میکنند؟ کانالی ستون مهره را حاصل میکنند و در این کانال باشد جایگیرش از هرمز و هرمز در اینجا محافظت کرده میشه، حفظ کرده میشه. و ببینید که ستون مهره از 5 قسمت عبارت میباشد. ستون مهره ما از 5 قسمت عبارت میباشد و ترکیب یافته است از 34 مهره و با 5 قسمت جدا شده است. قسمت اول این قسمتی که ما میبینیم قسمتی گردن. قسمتی گردن از 7 مهره ترکیب یافته است. یعنی گردن از 7 مهره گردن 7 تا میباشد. بعد از آن این قسمتی کلانی که ما میبینیم این از قسمتی سینه میباشد که از 12 مهره ترکیب یافته است. بعد از آن قسمتی دیگر این چی؟ قسمتی کمر یا اینکه میان میگن. کمر یا اینکه میان. ترکیب یافته است از چند؟ از 5 مهره. و قسمتی دیگر این قسمتی چی میباشد؟ این قسمتی میبینید که مهره ها با هم دیگر پیوست شدن. نام دارد قسمتی 4 بند. قسمت 4 بند نیز از 5 مهره ترکیب یافته است. و ببینید در اینجا ما اشاره کردیم قسمتی 4 بند این منطقه قسمت 4 بند. و قسمت آخران خورده که ما میبینیم این قسمت نام دارد قسمتی چی؟ قسمتی دوم غوزه. و خلاصه مهره ها ببینید مهره ها با هم دیگر پیوست شدن و در بین مهره ها این کبوتی که ما میبینیم این تقایق این دیسک های بین مهروی میباشد. دیسک های بین مهروی و این دیسک های بین مهروی اصلا دیده میشد در قسمت گردن، سینه، میان. در قسمت چوبان و دمغوزه قریب این ساختارها دیده نمیشود. این تقایق که در بین تقایق یا دیسکایی که در بین مهره جایگیر شدن این اصلا برای هنگام تکانخوری هنگام تکانخوری ها تکان رو چی میکنن؟ هنگام جهیدن تکانخوری ها آسان میکنن. وقتی که شما نظر میکنید به ستون مهره چی دارد؟ خمی ها دارد. دو خمی به پیش برآمده و دو خمی به طرف قفا رفته لرداز و کیفوز میگیم. هنگامی که با پهلو اگر کشد این بیماری چی میگن؟ اسکلیوز میگویند. اسکلت اندام با دو قسمت جدا میشد، اندامی بالا و اندامی پایین. اندام بالا این دست، اندام پایین میشد پای. و ببینید اسکلت اندامی بالا هر یک اندام از دو قسمت عبارت میشد. داره چنبری، مثلا اندامی بالا چنبری دست و قسمی آزادی دست. با چنبری دست چی داخل میشه؟ استخوان قلفک و استخوان شانه. ببینید استخوان قلفک و شانه و چنبری دست داخل میشه. و قسمت آزادی دست باشد، قسمت آزادی اینکه خالص میگن و قسمت آزادی یا خالص داخل میشه. استخوان اینا میبینیم استخوان چی؟ بازو، استخوان بازو بعد بندی دست گفتن. در بندی دست دو استخوان داخل میشه. اورنج یکی از چی؟ استخوان اورنج، استخوان اورنج 5 باشد. استخوان چی؟ استخوان سوید. این استخوان اورنج میشد و از طرف انگوش کلام ایستادگی استخوان سوید میشد. بعد پیشکف دست. نه منطقه‌ای که ما میبینیم این پیشکف دست میباشد که در پیشکف دست استخوانچه ها را میبینیم. یعنی از 8 استخوانچه عبارت میباشد. پیشکف دست 8 استخوانچه دارد.
کف دست باشد، نه کف دست از 5 استخوان عبارت است. کف دست از 5 استخوان عبارت است. انگشتان باشد، انگشتان دست از 14 استخوان عبارتند. ببینید انگشت کلام، در انگشت کلام 2 استخوان دیده میشد، انگشتان خود باشد 3 تا استخوان دارد. و این بود اسکلت قسمت اندام بالا. و این چنین ما داریم اندام چی؟ اندام پایان. در اندام پایان نیز ما میتوانیم چنبر پای و قسمی آزاد پای. با چنبر پای اصلا داخل میشد استخوان چی؟ استخوان کاس که از سه قسمت عبارت میشد. استخوان تیگا، نه قسمت بالایش چی؟ استخوان تیگا. بعد این قسمت پیش که ما میبینیم قسمت با هم دیگر پیوست شده. اگر این قسمت این استخوان چی؟ قوق و در قسمت پایان که ما میبینیم این استخوان چی میشد؟ استخوان سورین. سیوم استخوان سورین، یعنی استخوان کاس از سه قسمت عبارت میشد: تیگا، قوق و سورین. ما گفتن نموند که در قسمت قوق 2 استخوان کاس با هم دیگر چی میشن؟ پیوست میشن و آن منطقه یعنی با پیوست شوی نیم متحرک داخل میشد در این توسط تقایر. بعد قسمت آزادی پای باشد، قسمت آزادی پای یکمین کلانی که ما میبینیم چی میباشد؟ رون، یعنی استخوان رون. بعد استخوان کلچه زانو، انا این کلچه پنجم استخوان کلچه زانو. ششم ساق، انا اینش ساق کلان و در بریام دگی چی میشد؟ ساق خورد. هفتم ساق خورد. پیش کف پای از 7 استخوان عبارت است. کف پای باشد، کف پای از 5 استخوان به مانند کف دست و انگشتان پای باشد از 14 استخوان عبارت می باشد. قسمت دیگر موضوع ما این پیوست‌شوی استخوان ها می باشد. 3 شکل پیوست‌شوی استخوان ها را از هم دیگر فرق می‌کنند: پیوست‌شوی به حرکت، پیوست‌شوی نیم حرکت، پیوست‌شوی حرکتناک. پیوست‌شوی به حرکت یا اینکه نامتحرک میگویند اصلا در کجا دیده میشه؟ اصلا در استخوان‌های کاس، وقتی که استخوان‌های کاس با هم دیگر پیوست میشن و استخوان‌های کاسخانه سر، اصلا پیوست‌شوی به حرکت توسط درس و دندانه ها با عمل میاد. توسط درس یا دندانه ها، توسط درس یا دندانه ها، توسط درس یا دندانه ها پیوست‌شوی به حرکت به عمل میاد. نگفتن هموند که در استخوان‌های کاس، همه قسمت‌های استخوان‌های کاس با طرز پیوست‌شوی به حرکت منصوب نمی‌باشند. در اینجا استثناء است، زیرا که استخوان قوق، 2 استخوان قوق بین همدیگر توسط تقایر پیوست میشد و همین منطقه‌ای که سیمفیز میگن همین منطقه پیوست‌شوی نیم متحرک است. و این چنین استخوان‌های کاسخانه سر گفتیم با پیوست‌شوی توسط درز و دندانه ها با عمل میاد و نگفتن نماند که همه استخوان‌های کاسخانه سر با طرز پیوست‌شوی به حرکت یا نامتحرک منصوب نمی‌باشند، زیرا که در اینجا نیز استثناء دیده می‌شود. در اینجا پیوست‌شوی استخوان جاغ پایان با استخوان چکه، یعنی پیوست‌شوی استخوان جاغ پایان با استخوان چکه، این طرز پیوست‌شوی حرکتناک می‌باشد و می‌تواند در اینجا چی را کند؟ بغمی چکه و جاغ پایان که در اینجا با طرز پیوست‌شوی حرکتناک منصوب می‌باشند. و اینجوری پیوست‌شوی نیم متحرک یا که نیم حرکت توسط چی به عمل میاد؟ توسط تقایک به عمل میاد. ببینید به حرکت توسط درز و دندانه، نیم حرکت باشد توسط تقایک به عمل میاد. در اینجا ما در کجا این طرز پیوست‌شوی رو دیده میتوانیم؟ ما گفتیم در اینجا استخوان جای پیوست‌شوی 2 استخوان قوق که سیمفیز راصل میکند، در اینجا پیوست‌شوی نیم متحرک است. این چنین پیوست‌شوی نیم متحرک مهره‌های ستون‌مهره وقتی که بین هم دیگر پیوست میشن، مهره‌های ستون‌مهره با هم دیگر پیوست میشن، در بین آنها تقایک دیسکی بین مهره‌ای دیده میشد که این دیسک اصلا خودش از تقایک ساخته شده است و قابلیت چندری یا زندگی، یعنی اصلا مهره‌های ستون‌مهره طرز پیوست‌شوی نیم حرکت یا که نیم متحرک دارند. و این چنین قبرغه با استخوان توش، وقتی که قبرغه با استخوان توش پیوست میشن، در اینجا نیست توسط چی؟ توسط تقایک به عمل میاد. این منطقه‌ای که ما تصویر کردیم اینجا تقایک میباشد و توسط تقایک اگر پیوست‌شوی توسط تقایک باشه این طرز پیوست‌شوی چی میباشد؟ نیم متحرک میباشد، نیم حرکت میباشد. و پیوست‌شوی حرکتناک یا متحرک رو اصلا چی میگن؟ بغم میگن. در اینجا این طرز پیوست‌شوی رو چی میگن؟ توسط بغم. در اینجا اشاره کنید
بوغوم و بوغوم از کدوم قسمت‌های عبارت میباشد؟ ببینید وقتی که دو استخوان به هم دیگر پیوست میشن این طرز پیوستگی به نوعیت پیوستگی حرکتناک میباشد. در آن منطقه دیده میشد که یعنی حرکت در آنجا فعال، اون قسمت اصلا فعال میباشد و این قسمتی که ما میبینیم این سرک استخوان میباشد. سرک استخوان، سرک عبارت است از سرک و اینچنین در استخوان دیگر باشد، استخوان مقابلی که با اون باید پیوست شد، در اینجا چخوریچه بوغوم دیده میشد. چخوریچه و در همین سرک و چخوریچه در سطح بالای آنها ما چی را میبینیم؟ تقویک را میبینیم که برای سویش را کم کردن، یعنی در اینجا چی؟ سطح بالای سرک استخوان با تقویک احاطه شده است، یعنی تقویک و بین فضایی که بین دو استخوان با هم دیگر پیوست می‌کنند یک فضای خالیگی است. این منطقه رو میگن که این خالیگی پر شده است با چی؟ با مایع بوغوم. مایع بوغوم نام دارد مایع سینوویالی. مایع سینوویالی اصلا این مایع نیست، سویش خوری را چه میکند؟ کم میکند هنگام حرکت ها و از سطح بیرون و بوغوم را احاطه کرده است. غلافک بوغوم این چی است؟ این قسمتی که ما میبینیم این غلافک بوغوم. غلافک بوغوم این بود ساختارهای چی؟ ساختارهای بوغوم است. ساختارهای بوغوم یعنی هنگام پیوستگی حرکتناک ما در اینجا چی رو میبینیم؟ در کجا این منطقه این نمود پیوستگی بیشتر ما میخورد؟ یعنی بوغوم اورنج، بوغوم اورنج که حرکتناک است، بوغوم زانو، بوغوم ران، زانو این چونین در جاغ پایان نیست. جاغ پایان با استخوان چکه طرز پیوستگی حرکتناک دارد، یعنی میتواند در آنجا چی را حاصل کند؟ بوغوم را حاصل کند. قسمت آخرین موضوع ما این تصنیف استخوان از روی شکل می باشد. از روی شکل استخوان ها رو به یک چند گروه جدا میکنند: استخوان های نیشکل، استخوان های سفته، استخوان های کوتاه و استخوان های آمیخته. ببینید که در مد اول ما دیده برآمدیم استخوان هایش رو دیده میبریم. استخوان های نیشکل رو خودش میگه شکل این استخوان ها بچی و نیچه مانندی دارد، از این سبب چی میگن؟ استخوان های نیشکل. استخوان های نیشکل از کدام قسمت های عبارتند؟ ببینید اصلا تنه استخوان های نیشکل رو تنه استخوان های نیشکل رو چی میگن؟ دیافیز. با رقم 2 اشاره کنید در اینجا دو دیافیز این تنه استخوان های نیشکل و سرک استخوان های نیشکل باشد. سرک استخوان های نیشکل رو چی میگن؟ اپیفیز. نه با رقم 1 اشاره کردید. سرک استخوان های نیشکل اپیفیز نام دارد. تنه استخوان های نیشکل باشد دیافیز. در بین اپیفیز و دیافیز جایگیر شده است چی؟ متافیز. در بین دیافیز و اپیفیز جایگیر شده است متافیز. و سطح بالایی استخوان های نیشکل، سطح بالایی با رقم با حرف کبود اشاره کردیم، با رقم اشاره میکنیم، نام دارد استخوان پرده. و اگر ترکیب استخوان ها رو اگر نظر کنیم، ترکیب استخوان ها از ماده اسفنجی و ماده زیچ ترکیب یافتند و اصلا همین دیافیزی که ما میبینیم در اینجا همین قبط دیافیز از ماده زیچ ترکیب یافته است. از ماده زیچ و در همین ماده زیچ لوحه‌های استخوانی زیچ لوحه‌های سیلندر شکل استخوانی زیچ جایگیر شدن و در اینجا چی حاصل کردن؟ آسیان حاصل کردن. سوال میشه در بسیار جا میگه آسیان چیست؟ آسیان این واحد فونکسیونالی استخوان است، اما درست‌ترش آسیان این واحد ساختاری ماده زیچ میباشد. اصلا اینها آسیان میباشند. آسیان واحد ساختاری ماده زیچ میباشد و در مرکز آسیان وقتی که شما میبینید یک خالیگی، یک کانال رو میبینید که این کانال با نام دارد کانال گاورتسوفی، کانال گاورتسوف. و در این کانال گاورتسوف چی میگذرد؟ رگ‌های خونگرد و عصب‌ها در این جایگیر شدن. و ببینید قسمت سرک استخوان‌های نیشکل باز میگردیم بر قسمت سرک استخوان‌های نیشکل. وقتی که شما نظر میکنید از لوحه‌های از همدیگر دور جایگیر شده لوحه‌های
استخوانی از همدیگر دور دور جایگیر شده عبارتند و در این خالیگی که وقتی که خالیگی ها را حاصل میکنند قسمت نوگی استخوان‌های نشک اصلا تقایکی میباشند و در آن همین منطقه اصلا ماده چی جایگیر شده است؟ مغز سرخی استخوان جایگیر شده است و ببینید در اینجا هم نمایان است کوکی ها خالیگی ها رو میبینید در آن همین در این خالیگی ها مغز سرخی استخوان جایگیر شده است. در قسمت خلاصه در قسمت سرک استخوان هم در قسمت اپیفیز در قسمت اپیفیز اصلا ماده تقایکی ماده تقایکی دارند ماده تقایکی و از ماده اسفنجی ترکیب نوگ استخوان اصلا از ماده اسفنجی ترکیب یافته است و در آن همین منطقه مغز سرخ استخوان جایگیر شده است و نگفتن هموند که درازشوی استخوان نیست درازشوی استخوان از حسابی تقایک‌های نوگی استخوان به عمل میاد. این تقایک‌های نوگی استخوان حجره‌اش تقسیم میشد و در اینجا درازشوی استخوان به عمل میآیند و غفصشوی استخوان باشد. غفصشوی استخوان از حساب حجره‌های زیر استخوان پرده این استخوان پرده در سطح بالای دیافیز با استخوان پرده احاطه شده است. با استخوان پرده حجره‌های زیر استخوان پرده تقسیم میشوند و در اینجا غفصشوی استخوان رو به عمل میاره. نوع یک وظیفه استخوان پرده اگر این غفصشوی استخوان باشد وظیفه دومین استخوان پرده این است که هنگام آسیب دیدن استخوان یعنی شکست استخوان میتواند که از استخوان پرده شود تامین شود دوباره برقرار شود زیرا که در استخوان پرده رگ‌های خونگر و عصب‌های خونگر جای دارند و در جریان رگنراسیون میتواند چیکار کنند اشتراک کنند و در دیافیزی که ما حالا گفتیم در قسمت بیرونی آن گفتیم در قسمت بیرونی آن اگر ماده زی جایگیر باشد و در سطح داخلی آن خالیگی رو میبینیم که این خالیگی با مغز زرد استخوان پر شده است. در اینجا چی است؟ مغز زرد اصلا وظیفه چی رو اجرا میکنه؟ بافته چربی است که وظیفه ذخیره‌گاهی یعنی غذادهی رو اجرا میکنه وظیفه ذخیره‌گاهی یعنی غذادهی رو اجرا میکنه و استخوان‌های نشکل چی رو داخل کردن ممکن استخوان بازو استخوان سایل استخوان اورنج استخوان ران و استخوان ساق رو داخل کردن ممکن است. بعد استخوان‌های سفته این استخوان‌های پهن استخوان‌های سفته این که استخوان‌های پهن از ترکیب یافتند اگر ترکیب ماده اون رو ما به نظر گیریم از ماده زیچ از دو قبض ماده زیچ از سطح بالا و پایین ماده زیچ و در مرکز یا مشر در قسمت مابینی آن شما ببینید لوحه‌های استخوانی که از همدیگر دور جایگیر شدند که خالیگی‌ها را حاصل می‌کنند و در این خالیگی‌ها مغز سرخ استخوان جای دارد. خلاصه در بافته در استخوان‌های سفته از سطح بالا و پایین ماده زیچ و در مرکز مشر ماده اسفنجی دارند ماده اسفنجی و مغز در این ماده اسفنجیش مغز سرخ استخوان جایگیر شده است و هم سرک استخوان‌ها نیز از ماده اسفنجی ترکیب یافته است یعنی خالی کوک و استخوان‌های سفته ما داخل میکنیم استخوان شانه و استخوان کاسه‌خانه سر رو داخل کردن میتوانیم اما اساس کاسه‌خانه سر اساس همین قسمت پایانی کاسه‌خانه سر رو اساس میگن که اون ترکیب یافته است از داخل میشد به استخوان آمیخته خلاصه و دیگر شکل استخوان این استخوان‌های کوتاه استخوان‌های اسفنجی میباشد. در خود استخوان میگوید که استخوان‌های اسفنجی در آن بیشتر ماده اسفنجی جایگیر شده است ماده زیچ کمتر دارد قسمت زیادی آن را ماده اسفنجی تشکیل میکنند و آن استخوان‌های بنویت کوتاه که شکلی معین ندارند و این استخوان‌های پیشکفی دست این استخوان‌های پیشکفی دست و استخوان‌های پیشکف پرو ما داخل کردن میتوانیم و استخوان‌های آمیخته که شکلی یک شکلی معین ندارند هم در ترکیب آن قسمت پهن و هم قسمت دراز رویه کوتاه اسفنجی همه شکل رو قریبی که ما دیده میتوانیم و این استخوان‌ها ما مهره‌های ستون مهره و اساسی کاسه‌خانه سر رو داخل کردن میتوانیم. تشکر با دقتتان.